صادقانه اگه بخوام بهتون بگم، ترکیب سبزیایی که ما ایرانی‌ها توی غذاهامون استفاده میکنیم خارج از ایران خیلی خوب گیر نمیاد، یا اگه گیر بیاریم گرون در میاد. آره داشتم میگفتم، برای همینم ما ایرانی‌ها که میایم اینجا با خودمون سبزی خشک میاریم. من بار اولم بود که اینو امتحان خیلی هم نتیجهش برام رضایت بخش بود. مرغ زعفرونیمو درست کردم، یعنی مرغم زعفرونی کردمش و ادویه و نمک و فلفل و این چیزا رو بهش اضافه کردم، با پیاز تفتش دادم همونطور که تصویر الان می‌بینید و از هم سبزی‌مو خیس کردم و توی آبکش ریختم تا آبش بره. نکتهش اینه که فقط سبزیتون رو قبلش خیس بکنید. به برنج اضافه کردم بهش روغن حیوانی که وای این ترکیب بهشتی اضافه کردم، گذاشتم دم کشید. از تدیگشم بهتون نگم که چقدر خارتی بود. بار اولی بود که با سبزی خشک سبزی پلو درست میکرد و به نظرم هم خوب شد. تدیگشم که دیگه صداشو دارید میشنوید. عالی بود، جاتون خالی.